اینجا قصابیه، چه بوی بدی میده. همینجا گوسفند میکشه، همینجا خالیش میکنه، بوی گندش تو خیابونه میگیره. آخه این رسمشه به نظر شما؟ کار درستی میکنه؟ چند بار من زنگ زدن که بیان اینو جمع کنن یا اینکه بهش تذکر بدن یا جریمش کنن، اصلا خوش نمیدن. یه بوی بدی میده. خواهی چه محله یا آشغالاش تو جوبه. من الان چون اینجا وایساده نمیتونم بگم که چیزه، یعنی نشون بدم آشغالاشو. دهنش هم بده، انقدر فوش میده، حرفای زشت و رکیک میزنه که اصلا آدم نمیتونه باش دهن به دهن بشه. برای همین که من جرأت نکنم بایستم ازش فیلم بگیرم یا از کارهایی که داره میکنه فیلم بگیرم. یه بار گرفتم 1000 تا فوش بهم داد. دیگه جرأت نمیکنم و این کارو نمیکنم، تکرار نمیکنم. بنابراین فقط میگم آقایون قصاب، آقای قصاب، آقایون قصاب، آقایون که مواد غذایی میفروشیم، آشغالات رو توش نریزیم. به خدا وانت کنار خونه ما پوست هندونه، پوست خرگوسه، پوست نمیدونم هلوهای له شده همش میریزه تو جوب خود، پشه جمع میشه، بوی گند را میفته. خیلی بدتر از مردابای طرفای انزلی و نمیدونم طرفای جاهای مثلا آمازون و آفریقا و اونجاها جمع میشه. خب بده، نکنید این کارو، خواهشن نکنید. شما راضی هستی من این حرفا رو میزنم؟ دوستان راضی هستی؟ من از قول همه مردم ایران میگم این کار رو نکنید، خواهشن نکنید. آشغالاتون رو نریزید توی جوب، توی آب، توی گند را میفته. پشه ها بچه ها میزنن، پشه های بد جمع میشن، پشه های دراکولایی جمع میشن. تو رو خدا نکنید. میدونم که مردمم راضیه. اگه راضی هستین اقلا یه کامنت بزنید بگید ما هم راضییم، با تو هم عقیده ایم. خواهش میکنم این کارو بکنید، خواهش میکنم.